Oh shit, here we go again. لطف آل چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به 7مین شب امتحان و اینجا یه هنرنمایی داریم از قصه نمیخوام چیز کنم به این و یه شاخ لبمون شاخ در آورده از زور وحشتناک بودن امتحانم، اصلا به خاطر اینکه شیرینی و اینا میخورم نیست. و با جغرافیا اومدیم دوستان، یادم رفت یه لحظه چی میخواستم بگم. با جغرافیا اومدیم، جغرافیای ایران که اینم مشترک همه رشته ها هست و سال بعدم که تاریخ همه رشته ها دوستان تسلیت میگهشون میگم از الان. و همین دمتون گرم، لایک کامنت و سابسکرایب اصلا یادتون نره. بریم سراغ ویدیو، let's go. همه درس سخته و همه درس میتونه آسون باشه. شما تنها در صورتی درس ها بذاری یکم فلسفیش کنید، تنها در صورتی درس ها سخت یا آسان است که شما بخونید. حالا خوندنش رو دیگه نمیدونم هدفتون چیه و بندم کاری ندارم زیاد تو هدف داخل نمیشم، ولی به هر حال ولی خوب در اصل ببینیم ما اینجا بارون بندی رو داریم. درس 1 و 2 ماشاءالله کلا رو هم یه نمره است، یعنی خداحافظ. درس 1 و 2 رو دیگه شما مثلا چیز کن، چی میگم، بخون یه دور خداحافظی کن باش تموم شه بره دیگه، گالا نیم نمره است. و اصل کار درس 4 و 5 که 2.5 فاکینگ نمره است اگه اشتباه نکنم. آره 4 و 5 2.5 نمره است و یعنی اوج بدبختیه. 6 4 نمره است، 7 دوباره 2.5 نمره است، خب میشه 6.5. 8 یه نمره است، 7.5. 9 2.5 نمره است. 10 درس آخرم 3 نمره است، 13 نمره رو همیشه برای ترم 2، 7 نمره همون برای ترم 1، کلا 20 نمره. و یه ذره پیچیده میشه کار با توجه به این که مثلا شما چیز داری امتحان فارسی ریدمالی که ما دادیم اومدیم، حالا یه سری ها میگن نه آسون بود بالای 18 میشن، بعدا میگن سخت بود. خب بیشتر رفته که آسون بود بالای 18 میشی چرا میگی سخت بود؟ منی که الان 15-16 میشم، من مثلا اونی که میگه آسون بود بالای 18 میشم اوکی من کاری باش ندارم. اونی که میگه سخت بود ولی بالای 18 میشم میگه گوه نخوردی داداش. خوابم بلند شدم و با خود همین صدا و قیافم اینطوری بخواب بابا. از فارسی اعصابم خورد شد. من فارسی بدترین امتحانی که دادم تا الان فارسی بوده. نمیافتم من طبیعتا داشتون فکر کنم بیفته، ولی خب نمره پایین میشه طبیعتا. چقدر گفتم طبیعتا، ولی با این که نمیافتم ولی نمره میاد پایین دیگه، 20 صاحب نمره میاد پایین. و صادقانه بگم اولا نخوندم برای فارسی، نه اینکه نخوندم رفتم دادم، نه نمیخوندم که میافتادم. یه دور خوندم، 2 دور قواعد رو خوندم، 3 دور کلمات رو خوندم، 3 دور تاریخ ادبیات رو خوندم، املاها رو خوندم، همه رو هم بلد بودم. مثلا املاها رو رفتم خراب کردم یه جا. بعد دوباره یه بار دیگه مثلا تو یه سوال دیگه مثلا خونده بودم 3 بار ولی باز رفتم خراب کردم. تاریخ ادبیات رو اون یکی از دلایلش این بود که روز آخر گذاشتم خوندم، مثلا همین وقت نشد اون نمونه سوال رو تمرین کار کنم. 3 تا نمونه سوال کار کردم ولی صبح امتحان بود. به هر حال این اتفاقات هم پیش میاد. تازه این جغرافیا هم وقت نداریم، تا یه روز بیشتر وقت نداریم و اگه الان نخونیم اینم میشه مثل فارسی وبال گردنمون. و کلیت جا تنها یه تشکرم کنم از معلم جغرافیامون. تو طول سال از درس از همون پرسید به زور خواست بخونیم و الان بلدیم. مثلا فارسی نبود که کاری نداشتیم، فارسی هم آخر سال این حرکت رو زد ولی ما نمیخونیم. اونو میدونستیم هر هفته میپرسه میخونیم مثلا جغرافیا رو، ولی اون چون آخر سال بود اونم حرکت خوبی زد. ولی به هر حال دیگه این اتفاقاتی که پیش اومد دیگه حالا کاری نشه باشیم دیگه که اعصابمون خورد شد ولی کاری نداریم. ببین جغرافیا تو اگه بخونیم چیز آسونیه، مخصوصا دهمش، چون مشترک ها چیز سختی نمیگیرن، کار مشترکه دیگه. ولی تازه سال بعد که تخصصی میشین دهنمون بیشتر قراره سرویس بشه مثلا برای جغرافیا.
و اگه بتونی مثلا جغرافیا و من امیدم فقط به زبانه، یعنی تنها درسی که میتونم 20 بگیرم زبانه. احتمال همه درس شانس 20 گرفتن دارم و ببین ذهن برنده باید بشه، ولی تنها درسی که شانسش بیشتری برای 20 گرفتن دارم زبانه. من اگه زبان رو 20 بگیرم برو بستم رفتم، خدا وکیلی میگم. اینو بالای 19 داری میگی بالای 19. خب بالای 19 یعنی چی؟ بالای 19 یعنی 20. منظورم بالای 18. به خودم هم میرینم خیلی خوبم. میبینم درس 6 که میگفتم کجاه؟ تو واقعا ببخشید صدام اینطوریه، همین الان خواب بیدار شدم و خستم. آجی درس 6 جهنمی ترین درسه. از این درس هم 1000 بار معلم امتحان گرفته، ولی خب جهنمی ترین درسه. ببین چیزه یه دونش آبهای قابل دسترسه، بعد ویژگی های رود ایران، بعد کانون آبگیر، انواع کانون آبگیر، حوزه آبریز، نمیدونم دریاهای مشترک با همسایگان، دریا و دریاچه خلیج فارس، دریای خزر، دریای عمان. همه اینا ویژگی‌هاش هم باید بلد باشیم. اینا رو گفتم. دریاچه های دائمی ایران مثل دریاچه ارومیه و آره دیگه دریاچه ارومیه است، دریاچه دائمی دومی دریاچه آب شوری. وقت بیشتر بدانیم و امیدوارم نیاد. مهمترین دلیل کاهش آب و امیدوارم همین بیشتر بدانیم و نیاد، بدبخت میشه. خدا نیادید. همین. بس ببینم یه دونه سوال بود، یه دونه سوال توی یه درس خیلی کردم اینه. ببینم میتونیم بخونیم. نه میگه بندهای مرتبط با موضوع مهاجرت در سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 32/93. ببین این سوال بیاد من درجه همونجا قش میکنم که سر جلسه امتحان، جدی میگم. 5 تا مورد اصلا نمیشه خون. فکر کنم جغرافیای دیگه، فاز تم جغرافیا، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی و با تاکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیتی. معنی اینو چی جوری حفظ کنم؟ نه اگه این سوال بیاد خب من ویدیوی بعدی اصلا جغرافیا نمیگیرم، فقط میگم زبان، میگم جغرافیا. ویدیوی بعدی من اصلا زبان نمیگیرم، شاید 8 دقیقه درباره زبان باشه، ولی کلا دهنه اون مصحح رو سرویس میکنم. این یک تهدید جدیه، جدی میگم. این سوال بیاد من لف میدم از زندگی، واقعا خسته شدم، میخوام لف بدم از زندگی. لفت چت فور ایور. تو روش چه سوالی میدی؟ اگه بخوای بدی، البته اگه بخوای بدی. و احتمال داره فعالیت ها بیاد، احتمال زیاد، و یه سری فعالیت نقشه هم بیاد. حاجی نقشه ها رو یعنی واقعا باید بخونیم، نقشه ها رو بخونیم. و جالبه من گفتم تو همه درسامون یه بخش تاریخی داریم دیگه، فارسی، فنون، ریاضی هم ولی بخش حفظی، تاریخی نیستش. و دیگه اقتصاد مخصوصا یه بخش تاریخی داریم. این هم یه بخش تاریخی داریم. نه مثلا بقای شهر بیشاپور برای دوره ساسانیان درس این درس هم آسونه، ولی یه نمره دادم. مثلا شهرهای ایران، تقسیمات کشوری ایران پیش از دوره اسلام، بعد از دوره اسلام، اسمشون چی بود؟ آخه دمت گرم مشی جان، دهنمون رو سرویس میکنی اینطوری که آخه من قربان قد و بالات برم واقعا. ولی در کل امیدواریم اینم میتونیم 20 بگیریم، امیدواریم 20 بگیریم و اگه نشد حداقل بالای 18 بعد بشینم امروز کامل بخونم، خب که حداقل ریدمال نشه مثل فارسی. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید و لایک و کامنت و سابسکرایب اصلا یادتون نره دوستان. حمایتاتون فوق العاده است. میگم با اینکه الان ویو پایینه ولی بازم حمایتاتون فوق العاده است. همین که 20 تا هم ویو میخوره یه ویدیو یا مثلا 18 تا هم ویو میخوره بازم خیلیه برای من. حالا با اینکه میدونم بیشتر ویدیوها میتونه رفیقام باشه، ولی همین که 4-5 نفرم روی این ویدیو کلیک کنن واقعی، میگم بقیه ویدیو رفیقام من اینا خیلی ندیم، 4-5 نفرم واقعی روی این ویدیو کلیک کنن برای من واقعا ارزش داره. دمتون گرم.
میبینمتون تا ویدیوهای دیگه. فعلا بای بای.